سلام، خوش اومدید به کانال موکلف. امروز اومدم بهتون یاد بدم شومینه بسازین. میایم جلو، همین کارهایی که من میکنم باید شما هم بکنید. این چند تا رو میکنیم، بعدش هم یه دونه اینا اینجا میذاری. سبز حتما باید باشه، سبز باشه نمیشه. این همین بلاک قرمز میزنی، اینم میذاری. حتما باید همین بلاک ها باشه، نمیتونین این بلاک هایی که دوست داشتین رو بذارین. و الان اینجا هر صندلی و هر چیزی که دلتون خواست میتونین بذارین. الان باید یه دونه این دهن باز باید باشه، دهن باز نباشه نمیشه. اشتباه شد. یه دونه میذاری اینجا، میذاری توش، فندک رو میذاری توش. بعدش هم یه نه اینجا اشتباه، چون من خیلی تو ماینکرافت نمیرم، تو ماینکرافت نمیرم چون نمیتونم اینجا. بس من الان باید اینو یه کاری کنیم. خب اینش رو به بالا باشه. بعدش هم اینو گذاشتیم اینجا، اینجاش رو به پایین باشه، میگن اونجاش رو به بالا باشه. این دوتا رو بکنم، اشتباه کردم. بعدش هم یه دونه حتما باید سرش بلاک بذاری، بعدش بکنی. میتونی هر بلاکی که دلتون خواست رو بذاری. حتی میتونیم برای تزیینی هم بذاریم. فقط این کار رو بکنین تا بشه ماینکرافتتون. مثلا اینو برفا رو بکنم، لود نمیکنه. ویدیو قبلی هم که دیدیم لود نکرد. این رو زمین نباید باشه، نگاه کن. یه اشتباه نکنیم بذارین رو زمین. اینم من اینجوری کردم تا بفهمین اینجوری نمیشه. نباید 3 تا باشه، باید 2 تا باشه. اینجا باید 2 تا میذارم اینجا. این یکی رو من باید بکنم دیگه. حالا باید بیایم اینجا یه نه سفیدا بذاریم. باید اول این دکمه بزنیم. این دکمه من البته تو سرویتالم و تو سرویوال باید وسایلاشو داشته باشین. تا دیدین اینجوری شد، اینجوری میکنین تا بفهمین. اگه اون تکون خورد باید مطمئنین که درست شده. حالا این چند تا رو میکنی. بعدش اینجا رو میکنی، این سفیدا میذاری تا آتیش نگیره. اینا چون زیرش اینا بود نمیشد. حالا نگاه، این قرمزا میذارم اینجا. حتما باید به اون وصل بشه، به اونم باید چیز باشه، فندک اگه جونش دیدین داشت کمتر میشد باید دوباره فندک بذاری. اینم از شومینه ما. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و سابسکرایب نکردین حتما باید سابسکرایب کنین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین. ولی اگه این دوتا رو با هم بزنین سازتون خراب میشه. دوباره باید بزنین رو صفحه و لایک و سابم یادتون نره.